آخه یه سریان میگن نه اینا هیچکی رو نکشتن، اخبارهای خارجی کسشر میگن. مطلبی رو من همین الان دارم به برادر و خواهرای خودم، پدر و مادرای خودم، دایی، عمه، خاله دارم میگم. آقایون خانوما از همین الان قشنگ گوش بکنین که هیچ اتفاقی نیفتاد. هر اتفاقی توی مملکت افتاد، یه نفر اومد تو خیابون، 3 نفر تو خونه رفتن، من نه ویدیو میذارم نه حرف میزنم که آقایون اینجوری کنین اونجوری بکنین. از الان دارم میگم که هیچی نیست، چون بعضی موقع چند تا ویدیو میبینم داره شلوغه، یه چند حالا نمیدونم چی هست. یعنی دارم من به شما برادرانه میگم، من داداش من، هر کی هر فکری میخواد بکنه بلا نسبت پس خارت. من برادر هیچ کاری نمیخوام بکنم، شما میدونیم من متنفرم از این کونکشا داداش، ولی نمیخوام یه تار مو از سر برادر خواهر من کم بشه. گوش دادین؟ من خودم داداش من از نزدیک، آخه یه سریان میگن نه اینا هیچکی رو نکشتن، اخبارهای خارجی کسشر میگن. نه حنانه کیا مال زادگاه ماست کجور، محمد لاشکی مال زادگاه من کجور. یعنی ژن ما رو در بیاری ژن ما میخوره، ما با هم بی خانواده باشیم. کشته شدن در تظاهرات. من خودم 2 تا داغ دیدم همین الان، فهمیدی چجوری شد؟ آره من نمیخوام یه تار موثر که خایه لاپام بود اومدم ایران بیام وسط. بسم الله دارم میگم انشالله که همه چی وفق مراد بشه، خود اینا سیکتیر کنن، اتوبوس بگیرن برن. ولی دارم میگم من این آقایون فن پیج، اینو جان بچه‌هاتون اگه دارین از من نون میخورین حلال باشه، اینو نگه داریم برای روز مبادا. پس من اینو گفتم آقایون، من نمیخوام یه تار مو از سر یکی کم بشه. و سلام، این خارکوسا رو هم نهرن. و سلام ژپکا. بعدنم جیگر این میخواد بگه آی فالو کردی و تو آن فالو بکنین و اصلا بلا نسبت. اولا که رفاقت من با ملت قلبی هستش، این نیست که 2 روزی که سوشال میدیا تموم بشه. داداش سوشال میدیا تموم بشه این کله که جایی نمیره، این قلب که جایی نمیره، این قلب هم اینجاست، این کله سر جاشه. آره من اونجوری اصلا بلا کس خواهر کلمه فالو چیه آقا؟ ما برادر خواهر هستیم آقا. هر کسی میخواد آقا برادریشو با ما به هم بزنه سر اینجور چیزا یک طرفه به هم میزنه. عشق و امید و برادری من، خون من همچنان پشت و پناه شماست برادر من. تمام شده رفت. آره اینو گفتم از الان که برای بعدن یه حلقه طلایی میخواد منو بگاهی نشه. میو ایشالا